کرزی کثیف 14 سال زعیم کشور افغانستان بود. صدها بیلیون دلار در افغانستان به نام افغانستان آمد که اگر یک قسمتش دروغ بود حداقل یک 20 بیلیون دلار در زمان اینمی کثافت آمد که روزی یک کلاه و یک چپن نو می پوشید. اگر شما به یاد داشته باشین در سال 2001 بر دفعه اول یا 2002 آغاز 2002 که کرزی بعد از سقوط طالبان در دفعه اول سقوط طالبان امریکا آمد، ای در سنت امریکا یک بیانیه داد و در او اگر یادتان باشه ترکایی چشمک میزد که قرار بگه خدا قرار هم ترکایی چشمک میزد که بازمی امریکایی را تداوی کردن که چشم ازی کثیف از چشمک زدن ماند. در اوج ما به یاد دارم که گفت که تشکر ازی که با ما کمک میکنین، ما بخیر که در سر پا استاد شیم، باز ما برای شما پیسه میتیم. این کثافت میگفت. 14 سالی کثیف در افغانستان رئیس جمهور بود و این میتونست که در افغانستان یک اقتصاد مولد به وجود بیاره که هموطنای ما مجبور نباشن که تا امروز کچکول در دستشان باشه. اما این چی کرد؟ تمام پیسا را در چی مصرف کرد؟ لوی جرگه پشت لوی جرگه، مون لوی جرگه باید بیاریم، لوی جرگه طالبان زمون ورون ده طالبا بیادرای ماست، طالب سازی کرد.